امروز روز جهانی دوقلوهاست. این مامان گلمون بهمون خبر داد، ما هم خبر نداشتیم. 2 دسته گل اینجا داریم، یه دختر کوچولو و یه آقا پسر کوچولو. میخوایم از اینا کمک بگیریم یه موضوع خیلی خیلی مهمی رو که من شاید روزانه 20 تا پیغام تو دایرکت ازش دریافت میکنم مطرح کنم. خیلی به من پیغام میدن که ما دلمون دوقلو میخواد. خیلی دوقلو دوست داریم، خیلی سه‌قلو دوست داریم، یه بچه داریم، 2 بچه داریم، حالا دلمون میخواد یه کاری کنیم که دوقلو یا سه‌قلو بشه. دوقلویی یا سه‌قلویی یه مقداریش بستگی به ژنتیک داره، یه مقداریش بستگی به درمانهای ناباروری داره. اون قسمتی که بحث ژنتیکی که خب دست ما نیست، به هر حال تقدیر و مقدر اینه که جنین دوقلو یا سه‌قلو بشه. ولی اون مواردی که مربوط به درمان ناباروریه و داروهای تحریک کننده تخمدان یا روش‌هایی مثل IUI یا IVF به کار میره، اصلاً عقلانی نیست و اصلاً در هیچ برنامه درمانی در هیچ جای دنیا نمی گنجه که صرفاً به خاطر دوست داشتن دوقلو یا به خاطر دوست داشتن سه‌قلو کار چنان پرهزینه و پر از داروهای سنگین انجام بشه، صرفاً برای اینکه دلمون میخواد یا دوست داریم که دوقلو بشه. این مثل این میمونه که یه آرزوی خیلی دوردست و دست نیافتنی رو داشته باشی و برای رسیدن به اون آرزو هم به هر کاری بدی. IVF به خصوص یه روش درمانیه و برای مواردی باید به کار بره که واقعاً درمان ناباروریه. یه موقعی هم هست که دوقلوها ژنتیکی دوقلو میشن. این دختر پسر ما هم فعلا دارن روز جهانی دوقلوها رو جشن میگیرن و بعد میگن وای پناه بر خدا. یعنی چی؟ مگه میشه آدم آرزو کنه دلش بخواد دوقلو بشه بعد به خودش آسیب بزنه که من دوقلو داشته باشم؟ دوقلوهای تو هم روزشون مبارک.